دوستای عزیز، ما برای شما فرق ای تخمه و همراه ای تخم و همراه ای تخمه برای شما میگم که ای تخم چی فرقی داره. ای تخم یعنی کل اگه یک تخم است یا فرق داره برای شما میگم، با ما باشین. بسیار داستان داره ای تخم و ای تخم و ای تخم. ببینین فقط رنگ یک داستان داره. پادشاه در سر نفر خدمت خود یعنی کنیز خود عاشق میشه. باز میگه که پادشاه میگه میشه که همراه ما دوست شوی. خب کسی که میفهمه. بازی نفر خدمت و دختر بگویم یا خانم بگویم و پادشاه میگه، پادشاه صاحب میگه من برای تو یک 3 دانه تخمه میارم، ایمی را بخون مزهش ببین. خب ببینین وقتی که تخمه که میاره یکیش زرد یکیش سفید یکیش هم یک رنگ، بازی تخمه هر رنگ دیگه 4-5 تخمه که میاره هر رنگ. بازی تخمه که میخوره میگه پادشاه صاحب میگه تخمه خورد؟ میگه بله. میگه مزه تخم چی بود؟ پادشاه سعی میکنه میگه والله تخمه رو که خوردم کلش یک مزه داشت. گفتم سر خانمایی که گرمیشی گفت خانمام گفت کلش یکیست، کدام فرقی نداره، صرف گفت رنگ قیافه و لباس فرق داره. راست میگه. حالا مزه ای تخم امرای ای تخم چی فرق داره؟ فقط صرف رنگ ازی زرد است اما داخلش یک تخم است. خدا کنه که دیگه رسیدم.